در شهر دوشنبه گروه از زنان به طور ناگهانی به دفتر حزب مخالف سوسیال دموکرات وارد شده نشست خبری رحمت الله ظاهرов رئیس این حزب را به هم زدند. زنان اعتراضگر ادعا می‌کردند که رحمت الله ظاهرов می‌خواهد دیگر بار تاجیکستان را به جنگ شهروندی بکشد. رئیس حزب سوسیال دموکرات در این نشست درباره تأثیراتش از تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین میگفت، ولی ناچار شد نشست خبریش را قطع کند. تعدادی از مردم تاجیکستان میگویند ممکن است تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین سبب ناآرامی در کشور شود، هرچند نه همه به این گفته ها باور دارند. در صحبتی سریراهی با خبرنگاران رادیوی آزادی بعضی از آنها چنین اظهار نظر کردند. مردم اوکراین اگر برای وای در بهبودی میشه، برای Евросоюз در داخل شدنشون، برای پریمو اروپا میشن، اگر طرف روسیه گذرد خیلی میشه. اگر واسه چنین هفته ها یا که ماه ها ادامه کند، خیال میکنم خیلی وضعیت مرکب و پیچیده خواهد شد و یک ناآرامی به یک نتیجه آورده میرساند. در شهر کیف تاکنون تظاهرات طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا ادامه دارد که حکومتش امضای یک عهدنامه مهم با این اتحادیه را به تأخیر انداخت. در شهر دوشنبه میان حکومت تاجیکستان، حکومت فنلندیا و برنامه رشد سازمان ملل متحد سازشنامه درباره تامین ولایت قانون و دسترسی مردم محتاج به نظام دادگاهی به امضا رسید. پیش از همه این برنامه با اون روانه شده است که شخصانی که امکانات محدود دارند از جمله معیوبان، کودکان، زنان برای عموما مراجعت به سود امکانیت داشته باشند. برنامه مذکور برای 4 سال پیش بینی شده است و مقامات امیدوارند که با اجرای آن مردم محتاج به آسانی مشکلات پیش آمده اشان را در دادگاه ها حل میکنند. شبنم ثریا آوازخوان شناخته تاجیک از وزارت فرهنگ تاجیکستان خواسته است حقوق مؤلفه او را قانونی کند. شبنم میگوید که در دکان‌های کشور ترانه‌های او را به اجازه و با صفت پست پهن می‌کنند و او هیچ منفعتی هم از نتیجه زحمت‌هایش نمی‌بیند. در تاجیکستان مسئله حفظ حقوق مؤلف یک مشکل جدی است و بار اول نیست که آوازخوان‌های کشور تقاضا می‌کنند به این مسئله رسیدگی جدی صورت بگیرد. این خبر و گزارش‌های دیگر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی و هم شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه تلفنی همراه شما.